رقابت جدید حسنا عنایت با آریانا سعید و اشتراک حسنا عنایت در محافل شخصی در خارج و جنگ جدید حسنا، ژولی و غزال عنایت با ملکه دلها. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت. پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. حسنا عنایت، خواهر خرد غزال عنایت که همه به چهره این هنرمند جوان آشنایی داریم، اکنون این دختر خانم با بیان این که با آریانا سعید در رقابت هستم و میخواهم مانند وی به شهرت برسم، در محفل خوشی عزیزان ما در اروپا اشتراک میکند. هرچند این سه خواهر همیشه در جنگ با آریانا سعید بودند و همیشه رقیب سرسخت خود آریانا سعید را میداند. حسنا عنایت متولد سال 1991 در کابل می باشد. حسنا اصالتاً پشتون است، پدرش از لغمان و مادرش از کندهار. حسنا در کودکی در پی حمله طالبان بر افغانستان همراه خانواده خود به پاکستان مهاجرت کرد، ولی با روی کار آمدن حکومت حامد کرزی این خانواده به کابل آمدند و بعد از سپری کردن چند سال در کابل به کانادا رفتند. حسنا عنایت از رشته اداره و تجارت از یکی از بزرگترین دانشگاه‌های این فارغ شده است. حسنا بعد از آن که غزال عنایت به شهرت رسید، چند آهنگ ثبت کرد، اما در میان مردم به شهرت نرسید. بارها غزال عنایت هم با آریانا سعید جنگ و جنجال هم داشته بود. در تازه ترین مورد غزال عنایت خواسته کنسرت را با شهزاد عدیل در شهر اورتریش برگزار کند تا بتواند از علاقمندان آریانا سعید در این کنسرت شرکت کند و به شهرت خود بیفزاید. ناگفته نباید گذاشت خواهر دیگر آنها هم به نام ژولی عنایت هم در جدیدترین لایفی که داشته درباره آریانا سعید چنین حرفا را بیان کرده است که از شما عزیزان دعوت می نمایم تا آخر این ویدیو بیننده بان باشید و نظریات خود را در بخش کامنت با من شریک بسازید. مادرت نمیمونه، مادرت رویش راشبیل واره دراز چملک و تو سیاه قسم دیگر رقم